سلام، انزو حکمت هستم و توی این جلسه قرار در رابطه با مهمترین ابزار ملوداین یعنی فالشگیری با هم دیگه صحبت کنیم. زمانی که پروژه رو برای اولین بار باز میکنید میتونید از این بالا در واقع تمپوی کار رو مشخص کنید که حالا اگر خواستید ادیتی انجام بدید، بخش تایمینگ انجام بدید که توی جلسه قبل در رابطه با تایمینگ صدای خواننده توی ملوداین صحبت کردیم که ویدیوشو میذارم همین بالا، اگه خواستید میتونید اون رو ببینید. و گزینه دیگه که اینجا هست در واقع انتخاب گام هست که اگر خواستید میتونید گامتون رو انتخاب کنید و زمانی که گام اصلی موزیک رو اینجا وارد میکنید خود ملوداین میاد در واقع نوت هایی که توی اون گام هست رو به شما نشون میده. مثلا توی این گام در واقع ره بمول ماژوری که اینجا خودش دستی مشخص کرده به صورت اتوماتیک میاد مثلا یه سری نوت ها رو که داخل گام نیست رو میاد کم رنگ نشون میده، مثل این E یا G یا A یا B، و نوت هایی که توی گام هست رو میاد پررنگ تر نشون میده به ما. قبل از شروع یه چیز خیلی مهمی که وجود داره اینه که شما چک کنید و ببینید که آیا تیونینگ خود ملوداین 440 هرتز هست یا نه. در واقع این که میگم 440 هرتز چون اکثر پروژه هایی که معمولا ماها میسازیم روی 440 هرتز هست. اگر پروژهتون روی 432 یا هر عدد دیگه هست میتونید از این بخش پایین این گزینه اسکیل ادیتور دپت رو بزنید و از این بالا عدد رو به صورت دستی براش مشخص کنید که من پروژم 440 هرتز هست و میذارم روی همین 440 بمونه. این که تاکید کردم چون بعضی وقتا برای اولین بار وقتی ملوداین رو نصب میکنید به صورت دیفالت روی 432 هست. خب بریم سراغ ادیت کردن. زمانی که صدای خواننده رو از داخل ملوداین باز میکنید همونطور که میبینین ما یه سری خطوط در واقع نارنجی و زرد داریم که قبلا در موردش صحبت کردیم، به اینا میگیم بلاپ، و یه سری خطها داریم که به اینا میگیم پیچ در واقع همون صدای خواننده. در واقع اون چیزی که باعث میشه نوت خواننده تغییر کنن این خطهایی هست که وسط بلاپ ها وجود داره. ممکنه داخل یه بلاپ در واقع به مقدار طولانی یک نوت وجود داشته باشه. بعضی وقتا نیاز هست که ما اون نوت ها رو جابجا کنیم. اگر نیازی نباشه جابجا کنیم ما خیلی ساده میتونیم از اینجا راست کلیک کنیم، گزینه پیچ تول رو بزنیم یا از این بالا خیلی راحت بیایم روی پیچ تول و اینجا رو کلیک کنیم. زمانی که روی پیچ تول میایم ما خیلی راحت میتونیم از اینجا نوت صدای خواننده رو هر چقدر که میخوایم تغییر بدیم. یه نکته، اگر که میخواید زمان حرکت در واقع بلاپ صدای خواننده رو مثل الان بشنوید و اون تغییر رو به صورت زنده بشنوید چه اتفاقی داره میفته، میتونیم از این بالا بخش آپشن کلیک کنیم و گزینه مانیتور when editing blobs رو تیک بزنیم و اگر هم نمیخواید صدا رو بشنوید میتونیم راحت آفش کنیم و دیگه صدایی نمیشنویم. من ترجیح میدم باشه. یه بار قبل از ادیت صدای خواننده رو بشنویم. میتوان رها شد از قفس. الان توی میتوان میبینید خب نوت اصلی من در واقع سل بموله اینجا، یعنی نوتی که خواننده باید اجرا میکرد، ولی خب در واقع اومده این نوت خواننده تا سل هم حتی رفته. من دو جور میتونم رفتار کنم اینجا، یا میتونم خود بلاپ رو یه کوچولو بیارم بالاتر و بعد با ابزاری که اینجا دارم ماژولیشن تول رو انتخاب کنم، وسط بلابرم رو چپ کلیک بگیرم و یک کوچولو در واقع این پیچ رو تسهیل کنم. الان خوب صدا میده. میتوان رها شد از یه نکته خیلی مهم، حالا توضیحات خیلی کامل و مفصل ما توی دوره فالشگیری حرفه‌ای صدای خواننده با نرم افزار ملوداین دادیم. توی اون دوره کامل همین چیزا توضیح دادیم و حالا لینک صفحه رو هم توی بخش توضیحات زیر همین ویدیو میذارم، اگه خواستید میتونید توی اون صفحه برین و ببینید. ولی به صورت کلی بخوام توضیح بدم یه چیز رو دقت کنید. زمان ادیت کردن صدای خواننده اگه دقت کنید ما یه بلاب اصلی داریم اینجا و یه پیچ صدایی داریم که یه جاهایی اومده پایین یا حتی ممکنه مثل اینجا رفته باشه بالا. ما شروع و انتهای جملات خواننده رو ترجیحاً توی 90% مواقع دست نمیزنیم چون نمیخوایم اون حس طبیعی بودن صدای خواننده از بین بره، نمیخوایم صدای خواننده رو مصنوعی کنیم. اصلا ببینید من اگر اینو بیام این بخش رو هم بکشم بالا میبینید اصلا کلا پیچش به هم میریزه و صدای خواننده میبینین میپیچه، یه حس لیزری مصنوعی به وجود میاد.
در واقع ما توی ملوداین اون چیزی که سعی میکنیم انجام بدیم اینه که صدای خواننده رو به شکل طبیعی فالشگیری کنیم تا اون حدی که میشه که اصلا مشخص نباشه صدای خواننده فالشگیری شده و هدف اصلیمون هم همینه. پس باید بیایم بشناسیم کجا بدنه اصلی صدای خواننده هست و کجا صداهایی هست که در واقع شروع و انتهای جمله های خواننده هست. مثلا توی اینجا وان رها شد، وان رها شد، مثلا وان رها، می توان رها. توی این بخش من میتونم خیلی ساده اینجا رو کات بزنم، اینجا رو هم کات بزنم. من اگه باشم این دوتا بخش رو به هیچ عنوان تغییر نمیدم، هرچند اگر روی نوت اصلی گامم نباشن، چون این دوتا در واقع ورود خواننده و خروج خواننده تو همون بخش کلامیه و نیازی نداریم تغییرش بدیم. اون چیزی که باعث میشه خواننده فالش به نظر برسه، خواننده فالش به گوش برسه، در واقع اون بدنه اصلی خود کلام هست، بدنه اصلی خود اون کلمه هست که ما باید اون رو بشناسیم که شناختنش هم خیلی آسونه، میتونیم گوش بدیم. می توان رها، مثلا این می هست، خب من همین می رو میخوام تغییر بدم. می توان رها، یا این توانی که داری میگه توان رها، این تش هست و این وانشه. خب این مشخص میکنه که من اگر همین رو بکشم بالا، این رو هم یکم بکشم بالا، می توان رها شد از کاملا کوک شد صدای خواننده تو این بخش و من نیازی دیگه ندارم این دوتا بخش رو تغییر بدم. پس این رو هم دقت کنید. حالا اگه دقت کنید ما حتی توی بلاب ها یه بخش هایی داریم که در واقع بلاب هستن، بلاب دارن اما پیچی ندارن. اینو توی یه ویدیوی دیگه کامل توضیح دادم در رابطه باهاش، لینکش رو توی همین صفحه حالا سمت چپ یا راست میذارم، میتونید کلیک کنید و اون ویدیو رو هم ببینید. برسیم به دومین برخوردی که من میتونم با این نوت انجام بدم. من اینو برمیگردونم به حالت عادی، روش راست کلیک میکنم، توی همین حالت پیچ تول روی ریستور اورجینال میام و پیچ سنتر رو میزنم و به حالت اول برمیگردم. اگه بخوام حتی میتونم راست کلیک کنم و ماجولیشن رو هم بزنم و پیچ ماجولیشنش رو هم به حالت اول برگردونم. طریقه دومی که من میتونم با بلاب برخورد کنم اینه که من بیام روی ابزار در واقع نوت سپریشنم انتخابش کنم و از وسط این قسمت رو کات بزنم. یه نکته خیلی مهم که وجود داره برای کات زدن، توی این کات زدن خیلی از دوستان اشتباه میکنن و اینو میخوام الان توضیح بدم که از کجای بلاب باید کات زده بشه. در واقع بلاب ها و پیچ هایی که داریم، اگه دقت کنید پیچ یه جاهایی فراز و فرود داره. جایی که ما باید کات بزنیم تو همون بخش در واقع فراز یا فرودمون هست، نه قله در واقع پیچ. من هیچ وقت نباید از اینجا کات بزنم، از قله در واقع اون پیچم هیچ وقت نباید کات بزنم بلابم رو. از این نقطه قله برعکسی که اینجا هست هیچ وقت نباید کات بزنم. جایی که باید کات بزنم دقیقاً این جایی هست که وسط، وقتیه که داره به این نقطه قله میرسه، دقیقاً وسط این شیبی که اینجا هست، یا اینجا وسط دقیقاً این شیبی که داره رو به سمت بالا میره، یا این قسمت دقیقاً وسط این بخش. یا اینجا من اگه بخوام کات بزنم روی قله نباید کات بزنم، روی قله نباید کات بزنم، باید بین دوتا قله رو کات بزنم، بین این شیبی که داره میره پایین، وسط اینجا رو کات میزنم. این بهترین نقطه‌ای هست که شما میتونین توی در واقع بلاب جدا کنید و کات بزنید. حالا از اون طرف اگه دقت کرده باشید یه سری جاها رو، یه سری بلاب ها رو خود ملوداین به صورت اتوماتیک جدا کرده. مثلا این قسمت توی این بخش که در واقع خود ملوداین جدا کرده بلاب ها رو، اگه من بخوام اون بلاب رو یکی کنم، حالا به هر دلیلی که ممکنه اتفاق بیفته توی پروژه، من میتونم دوباره از همون بخش نوت سپریشن، در واقع همون ابزاری که من میتونستم باهاش کات بزنم، میتونم بیام دقیقا روی همین خط وسط و دوباره دبل کلیک کنم و اون بلاب یکی میشه. در رابطه با نحوه صحیح کات زدن گفتیم و صحبت کردیم، اما اگر به هر دلیلی نمیدونستید که از کجا باید کات بزنید، خود ملوداین اومده به شما این ابزار رو داده که برای شما مشخص کنه از کجاها میتونید توی بلاب کات بزنید و این حالت توی ملوداین وجود داره. تنها کاری که باید انجام بدین اینه که از این بالا سمت چپ روی گزینه نوت اساینمنت مود کلیک میکنید و از این صفحه که باز میشه اون بخش نوت سپریشن تول رو انتخاب میکنه. اگه دقت کنید یه سری نقاط قرمزی برای من مشخص کرده که این در واقع نقاطی هست که از قبل کات خورده. حالا من هر جا رو که بخوام کات کنم مجدد میتونم از این بالا
بیام و شبیه قیف میشه و هر جایی که دوست داشتم کات بزنم. خود ملوداین میاد به صورت اتوماتیک جایی که درست هست رو برای من کات میزنه. یعنی من اگر این وسط رو کات کنم، اون میاد یک کوچولو از عقب‌ترش کات میکنه. میبینین؟ میاد به صورت اتوماتیک جایی رو کات میکنه که درسته. مثلا من اگر بخوام این وسط رو دقیقاً کات کنم که به شما گفتم اشتباه کات کردنش، این کارو برای من انجام نمیده. یعنی من هر چقدر هم اصرار کنم، اون کاتی برای من ایجاد نمیکنه اینجا، چون جای اشتباهیه. بعد از اینکه کات رو زدیم، من از اینجا دوباره روی گزینه پیچ تول میام و خیلی راحت میتونم فقط همین بلاب رو جابجا کنم. یکم هم این بکشم بالا. میتوان رها شد از قفس سمت میتوان رها یکم زیاد شد، برمیگردونم به حالت عادی. میتوان رها شد. ترجیح میدم اینا رو جدا نکنم. با این حالی که میبینید این پیچم اومده پایین، خیلی توی فالشگیری وسواس به خرج ندین که بخواین کل بلاب رو کات کنید، خیلی ریز کنید. هر چقدر کمتر کات بزنید بهتره. البته بستگی به خود خواننده هم داره، چقدر کیفیت خواننده خوب باشه، چقدر کار رو خوب اجرا کرده باشه. اگر خواننده یه حد متوسط رو به بالایی داره که فقط یک کوچولو نیاز به تغییر هست، ترجیحاً کمترین تغییر رو داشته باشه. تو همچین حالتیه مثلا من ترجیح میدم یک کوچولو اینو با خود ماجولیشن تول بیام جابجا کنم به جای اینکه بخوام کات بزنم. یا اینجا هم باز به همین شکل ترجیح میدم اینو کمی اینجوری تسهیل کنم. یه ابزار دیگه خود ملوداین داره به نام پیچ دریفت تول. دریفت چی هست؟ دریفت وقتی اتفاق میفته که مثل اینجا میبینید یه نوتی ما داریم که از پایین اومده یه شیبی داره و اومده بالا، یا مثل اینجا میبینید یه شیبی اتفاق افتاده و اومده این اتفاق اومده بالا و اومده پایین. من به جای این که بیام اینجا رو کات بزنم مثل همون جوری که بهشون توضیح دادم، میام پیچ دریفت رو میارم و در واقع اون رو میکشم پایین. در واقع اون دریفت رو برای من یه کمی تسهیل میکنه اینجا. در واقع کلیت پیچ رو تغییر نمیده. من اگر ماجولیشن تول رو انتخاب کنم، کل اون ماهیت پیچ رو میاد تغییر میده برای من. یه جورایی میتونیم بگیم میاد داینامیک پیچ رو کم میکنه. این ماجولیشن تول میاد داینامیک پیچ رو کم میکنه. اما پیچ دریفت فقط میاد اون دریفتی که وجود داره رو کمی تسهیل تر میکنه. مثلا ببینید توی این قسمت میبینید این دریفتی اتفاق افتاده و نوت خواننده سقوط کرده. من یکم میتونم اینو فقط بکشمش بالاتر برای که تسهیل بشه، به قول معروف کمی این شیبه کمتر بشه، ولی ماهیت پیچ رو تغییر نمیده، صدا رو خراب نمیکنه و خیلی هم کاربردی و خوبه. یه بخشی که ملوداین داره، شما اگه دقت کرده باشید بین اون بخش هایی که بین اون بلاپ هایی که کات خورده یه خط طلایی نارنجی شکلی وجود داره که در واقع اینا میاد باعث میشه این بلاپ هایی که کات خوردن مشخص نشن، بیان حرکات بین نوت رو، تغییر نوت رو میان تسهیل میکنن. ما به اینا میگیم ترانزیشن. من این ترانزیشن رو میتونم خیلی خشک و مقطع کنم. بذارید من کل این رو انتخاب کنم. من این ترانزیشن رو میام خط صاف میکنم. بشنویم. میتوان رها شد از قفس. میبینید خیلی خیلی خشک و خیلی با اتک زیاد نوت ها جا به جا میشن. من اگر میخوام این فضا رو یکم نرم تر کنم، روی ابزار پیچ تولم قرار میگیرم. یه کوچولو میام قبل از خود این ترانزیشن، موس من شبیه X میشه و میتونم در واقع با بالا پایین کردن این ترانزیشن رو تغییر بدم. من یه کمی حالا اینو بیشتر میکنم. حالا ببینیم چه فرقی کرد. جایی که خیلی خوب جواب میده که این کار رو انجام بدین روی پرتابای سریع صدای خواننده است، برای که فضا رو نرمتر کنه. مثلا مثل اینجا. مثلا تو این حالت من ترجیح میدم این نوت رو هم جدا کنم و تو این حالت، تو این قسمتی که اومده مثلا خواننده این نوت ها رو، این تکنیک رو زده، ترجیح میدم اینا رو مثلا انتخاب کنم و یه کوچولو اینا رو نرمتر کنم. این حالت در واقع تکنیکی که اجرا کرده به صورت نرمتر اجرا بشه. خیلی خوب شد. این بود جلسه امروز و امیدوارم که لذت برده باشید. اگر سوالی دارید در رابطه با این جلسه، حتما توی کامنت ها ازم بپرسید و جواب